عشق ابدی فصل دوم شروع شد. فقط یه دختر میتونه با نوتیف پیام در خوشحالی نیم صدقه ولی یه جور رفتار کنه که اینا روزهار نیست. عشق ابدی فصل دوم شروع شد. اما این فصل با فصل قبلی تفاوت بسیار زیادی داره، چرا که از آدم‌های مشهور و سرشناستری از جمله بلاگرها، واینرها، دنسرها، پرستارا، هر چی بگی داخل این فصل دوم هست. حتی شرکت کننده های پرحاشیه تر مثل نیلو افشار، زن قبلی پویان مختاری، استفاده کردن داخل این فصل. اما بیاین یکم بیشتر با شرکت کننده آشنا بشیم و بریم داخل عمق قضیه، چون قراره با این فصل حسابی حامله بشیم، حسابی عصبی بشیم، حسابی هرس بخوریم و حسابی ناراحت بشیم. اما یه نکته داره این فصل، اینم اینه که شاهین و طناز داخل این فصل خدا رو شکر نیستن. پس با من همراه باشین و چنل رو لایک و سابسکرایب کنین که قرار حسابی افشاگری کنم و حسابی پخت و پس کنم. بزن بریم. سلام و عرض ادب، خوش اومدید به این ویدیوی دیگه از چنل یوتیوبی خودتون. خب دوستان، فصل دوم عشق ابدی داره شروع میشه و هنوز شروع نشده. تیزر قسمت 1 عشق ابدی داره حسابی سر و صدا به پا میکنه. بعد از اینکه عشق ابدی فصل اولش حسابی ترکوند، کارگردانای ترک گفتن چیکار کنیم که درآمدمون بیشتر بشه، بیاین فصل دوم بسازین. پس همگی استقبال کردن و گفتیم بزن بریم فصل دوم. اما این فصل فرق داره با فصل قبلی. احتمالاً در این فصل شرکت کننده ها خود واقعیشون رو نشون ندن. با توجه به بازخوردی که فصل اول داشت و حسابی مردم یک کسایی رو خیلی قشنگ قهوه‌ای کردن و هیت بسیار جانانه بهشون دادن، از جمله شاهین و طناز و سیاوش، حالا داخل این فصلم 100% شرکت کننده ها یه خورده با سیاست‌تر، یه خورده آرومتر و دفاعی‌تر وارد برنامه عشق ابدی میشن. اما برنامه عشق ابدی که بدون حاشیه نمیشه. میشه دوستان؟ نه. از اینجا به بعد متاسفانه سناریوهای فیک وارد داستان عشق ابدی فصل دوم میشه. مثلا داخل این فصل شاهد دعواهای فیک هستیم، دروغهای فیک هستیم، دوست و دشمنیهای فیک و تیم کشی که میخوان مثلا مثل فصل اول جذابش کنن 100% داخل این برنامه وجود داره. یه سورپرایزایی هم کارگردان عشق ابدی برامون چیده، مثلا 2 دوست قدیمی رو بذارن جلوی هم مثل ترانه و نگار. در این فصل هم 100% شاهد همچین چیزی خواهیم بود. اما یه نکته‌ای در این فصل وجود داره که کارگردان عشق ابدی رفتن گشتن آدمای مشهورتر یا داخل اینستاگرام، داخل فضای مجازی، حالا چه منفور، چه معروفتر، چه خوشگلتر، آدمایی که بدنسازی میرن، آدمایی که از لحاظ ظاهری و تیپ یه خورده بهتر از برنامه عشق ابدی قبلی هستن، رفتن پیدا کردن و یه خورده میخوام پیازداغشو بیشتر کنم. به نظر من که این فصل سناریوی فیکش خیلی بیشتر از فصل 1. مثلا رفتن یه آدم بلاگر و اینفلوئنسر داخل اینستاگرام با 700k فالوور که همون آیدا پویان باشه ورداشتن آوردنش که هم از اون فالووراش جذب بشن، هم یه چیزی برسه به این خانم. خلاصه داخل این فصل خیلی گیس و گیسکشی زیاده و شاهد سناریوهای فیک. حتی ممکنه بعضی از شرکت کننده ها پول داده باشن داخل این برنامه شرکت کرده باشن. الله اعلم. بریم جلوتر و آشنا بشیم با شرکت کننده های عشق ابدی در فصل دوم. بزن بریم. خب بذارین اول از شرکت کننده های دختر عشق ابدی شروع کنیم. شماره 1 آیدا پویان. آیدا 26 سالشه و شهریور ماهیه. بچه قزوین هستش و اصالتاً ترکه و ترکی بلده. یه برادرم داره ازدواج کرده، 3 سال مهاجرت کرده ترکیه، لیسانس مامایی داره.
لیسانس مامایی داره از دانشگاه رشت و الان در حال حاضر ترکیه اقامت داره و کارش مدلینگ، یوتیوبر، اینفلوئنسر، بلاگر، هر چی فکر کنی در مورد شوخی و طنز باشه ایشون داخل اینستاگرام خودش به اشتراک گذاشته و فکر کنم شما هم بشناسیدش. یه چند باری منم کلیپاشو دیدم. شماره 2 یلدا لیزاردی، ملقب به یلدا داداشلو. یلدا 31 سالشه، بچه کرج، اصالتا ترکه و حدوداً 10 سالی میشه ترکیه اقامت داره. شغل اصلی یلدا دنسریه، یعنی مدلینگ رقص. ساده تر بهتون بگم رقص مدلینگ، مثل همین کسایی که میان پشت سر خواننده ها میرقصن. یکی از شاخه های کارهایی که یلدا میکنه. اولش که مهاجرت میکنه به استانبول، اوایل در کلاب ها میرقصیده تا رفته رفته رسید به مدل رقص خواننده های معروف ترکیه، ایرانی، خارجی، از جمله گندم یا همون زیروتونوانجی و حسابی کارش میگیره و میترکونه داخل ترکیه. اما یه چیزی بهتون بگم، ایشون خیلی پشت پرده کثیفی داره و کسایی هستن میان این افشاگری ها میکنن و از زبون خودشون و حتی دوستای یلدا میگن چه آدم کثیف و پشت پرده، میگن چه آدم کثیف و دورویی هستش. اما یکی از پشت پرده های کثیف ایشون رو بهتون بگم، ایشون با سازمان رد کردن دخترای ایرانی به صورت غیر قانونی به مرز ترکیه است. شما حالا نمیدونم یادتون هست یا اگه یادتون نیست، ایشون از زمان دعوای داوود هزینه و بهادر وحشی، یه زمانی اکس داوود هزینه بود، یه زمان خودشو بالاخره میخواست بچسبونه به این نخالای ترکیه. این خلاصه هر کاری میکرد که بره بالا، حتی سایت شرط بندی داشت. خلاصه هر کاری که بگین انجام داده. یه مدت هم دوست دختر فرضی امیر تتلو بود، یعنی برای امرار معاش امیر تتلو میرفت خونهش و شب به شب برمیگشت. خودتون دیگه قضاوت کنین، یا همون وان نایتی بود و هر موقع میرفت برای امیر تتلو دختر میبرد. اینم یکی از رازهای پشت پرده فعلا این خانومه که ببینیم حالا درنده چه رازهای پشت پرده فاش میشه. بریم سراغ نفر بعدی. نازی 26 سالشه و دانشجو پرستاریه. مهاجرت کرده ترکیه و هنوز کارای دانشجویی داره انجام میده. فعلا ترکیه اقامت داره و فعلا چیز خاصی ازش ندیدم و باید فقط صبر کرد ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا دختر خوبی هست یا نیست. این قضاوت با مردم. شماره 4 روژان تاجفر به صورت دانشجویی مهاجرت کرده ترکیه. 23 سالشه، اهل تهرانه و فعلا ترکیه اقامت داره. اما هنوز عشق ابدی فصل دوم پخش نشده. کراش نصف پسرای عشق ابدی شده. هنوز تیزرش پخش شده بود، فالووراش رسیدن به 300k. الله اعلم، بریم ببینیم در آینده چی پیش میاد. شماره 5 یاسمن 21 سالشه، دانشجو پزشکی در رشته آزمایشگاه، مهاجرت کرده ترکیه و اصالتا ترکه و اهل تهرانه. به نظر دختر آروم و نجیبی میاد. فعلا چیزی نمیدونیم و قضاوت بیجا کار خوبی نیست. هر چقدر با این ویدیو حال کردین، لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی دیگه. خدا نگهدار. نفسم گرفت.